میریم برای نصب پمپ پرفیوژن. قبل از هر چیزی ما باید روی این دستگاه کنترل کامل داشته باشیم، باید تحت تسلط کامل ما باشه. بنابراین هر وضعیتی رو که برای ما راحت تر هست ایجاد میکنیم، لازم باشه بچرخونید، تحت کنترلتون باشه. خب بریم برای نصب آپارات ها. الان اینجا قسمتیه که کاردیوپلاژی رو میخوایم بدیم. این آپارات کاردیوپلاژی هستش. کاردیوپلاژی از قسمت خروجی اکسیژناتور نصب میکنیم، جایی که خون اکسیژن دار ازش خارج میشه. کاردیوپلاژی از خون خارج شده از اکسیژناتور گرفته میشه، بنابراین این رو نصبش میکنیم و سفتش میکنیم. برای اینکه بتونیم فشار خون آرتریال و گازهای خون رو هم بگیریم، باید لاین‌های خودشون رو داشته باشیم. این رو از قسمتی که مربوط به گازهای خون هست و به منیفولد وصل هستش میایم و فشار مربوطه رو هم از همینجا اندازه میگیریم. برای اینم اینجا یه رابطه ستایی نصب کنیم که بتونیم لاین ها رو بهش اد کنیم. سری رو هم اینجا تعویضش میکنیم. خط آرتریال رو هم اینجا نصب خواهیم کرد. اینجا خط ریسرکولاسیون ما هستش. به این شکل ارتباط بین اکسیژناتور و رزروار رو ایجاد میکنیم. اینجا یه رابط ستایی نصب میکنیم که از این قسمت موارد مربوط به هموفیلتراسیون رو داریم و اینکه یدک هم داشته باشیم. این رابط ستایی رو نصب میکنیم. خب همه رو سفت میکنیم. اول سری رو تعویض میکنیم، کنترل میکنیم که همه سفت شده باشن. خب اینجا رو هم سفت میکنیم، همه اینها باید سفت بشه. کنترل میکنیم. این خط کاردیوپلاژی هستش که از میز برامون یه ست کاردیوپلاژی میدن. ما این اتصال رو کامل میکنیم و کاردیوپلاژی رو از این طریق ساپورت میکنیم. این لاین گاز هست که رنگش هم متفاوت هست. خب حتما دقت بکنین، یکی از خطوطی هستش که هیچ جای ریسکی نداره، یعنی در خوشبینانه ترین حالت اگر اشتباهی صورت گرفته باشه به فلج بیمار و در بدترین وضعیت هم که مرگ بیمار رو در پی داره. خب تا اینجا خطوط اصلی نصب شد. حالا میخواییم جا بدیم روی پمپ اصلی. این رو سفتش میکنیم طوری که تکون نخوره. خب حالا این لاین رو کلمپ میزنیم به خاطر اینکه مایع قراره توی سیستم بچرخه و اگه اینجا کلمپ نشده باشه مایع ازش خارج میشه از این قسمت. خب اینجا نباید هیچ خروجی داشته باشه و باید اینجا سفت بشه. خب ستمون رو میاریم. این لاین 3 و 8 هست. این لاین اصلی آرتریاله که کار قلب رو انجام خواهد داد. خون از رزروار گرفته میشه، از این خط عبور میکنه و بعد به اکسیژناتور وارد میشه. این پمپ در جهت عکس عقربای ساعت میچرخه. خب ممکنه در جهت عقربای ساعت هم باشه، هیچ اهمیتی نداره. دستگاه‌های مختلف تنظیمات مختلفی دارن. مهم اینه که شما این جهت رو مسلط باشین و بدونید که در چه جهتی قرار تنظیم بشه. اساس اینه که شما خون رو از رزروار میگیرین، بعد از عبور از پمپ به اکسیژناتور میرسونید. خب همینطور اگه در جهت عقربای ساعت هم باشه بازم از رزروار میگیرین، از پمپ عبور میدین و به اکسیژناتور
وصل میشه. تو جراحی اطفال این لاین ها رو ما کوتاه در نظر میگیریم، سلیقه‌ایه، اما این بار چون بزرگسال هست بیمار میتونیم لاینمون رو طولانی هم در نظر بگیریم. در واقع برای تسلط راحت تر و جلوگیری از بی‌نظمی خطوط میتونیم اینها رو کوتاه کنیم و لاین های قابل کنترل تری رو داشته باشیم. لاین هامون رو جا میذاریم اینجا، سر پمپ رو میچرخونیم تا لاین کامل درش قرار بگیره. اینو چک کنید فاصله لاین طوری باشه که راحت بتونه خون رو هدایت کنه. در نظر بگیرین که ضمن چرخش به دیواره نزدیکتر خواهد شد. این رو در نظر میگیریم، این فاصله رو سفتش میکنیم، میبندیم. خب این لاینمون یکم طولانی هست، ببینید اینو یه قسمتش رو کوتاه میکنیم، بعد اصلش میکنیم به اکسیژناتور که کنترل بهتری روی سیستم داشته باشیم. حتما استریل بودن تیغ ها رو در نظر بگیرید. همه پمپ باید از لحاظ استریل بودن دقت شده باشه. و این رو به اکسیژناتورمون وصل میکنیم. خب این خط گاز که گفتیم خیلی مهمه، این رو باید وصلش بکنیم. این میکسر اکسیژن هستش که از میکسر سروال وصل هستش. ما اینو به این ترتیب به لاین گاز وصلش میکنیم. لاین ها رو مرتب میکنیم طوری که کنترل ما روش راحت باشه. نظم خیلی مهم است توی این وضعیت. لوله محلول رو هم به رزروار وصلش میکنیم به سری بالا. اینجا خروجی خط آرتریال هستش که ما ست میزمون رو به این قسمت وصلش میکنیم، خط ونوزمون رو هم به رزروار وصل میکنیم. پس اکسیژناتور برای آرتریال هستش، خروجی اکسیژناتور، و ورودیمون هم که این قسمت بالا هستش که ونوزمون هست که از ست میز میاد. این ست میز هست، کاملا باید مواظب استریلش باشیم. و میرسیم به تنظیم خطهای دیگه. لاین های میزمون رو مرتب میکنیم. 3 تا لاین داریم، قرمز و سبز و زرد. قرمز برای آسپیراتور و ساکشن هستش، سبز برای بند اوله و زرد هم برای بند سوم در نظر میگیریم. خب این لاین ساکشنمون هست که باید به قسمت سریع آسپیراتورمون که خب این پمپ رو در نظر میگیریم چون قدرت این پمپ رو قدرت بیشتری داره. توی این قسمت باید این لاینمون رو جا بدیم در جهت اکثر رسد. ما این پمپ رو تنظیم میکنیم، ممکنه دستگاه شما متفاوت باشه، فراموش نکنیم. فاصله لاین رو هم تنظیم میکنیم. میبندیمش. خب این لاین آسپیراتورمون رو در نظر بگیریم که این رو، حالا این ست میزمون رو بیمار در نظر میگیریم. از بیمار خون گرفته میشه، توی این قسمت میچرخه و وارد رزروار میشه. خیلی باید دقت کنیم که کینک نشه. خب الان لاین های مربوط به بند رو نصب میکنیم. مثل بقیه جهت رو دقت میکنیم. جهت ما در خلاف جهت عقربای ساعت هستش. مرتب میکنیم. اینجا ردش کردیم و باید
توی سری قرارش بدیم. تنظیم میکنیم و مثل بقیه لاین ها در جهت خلاف عقرب ساعت میچرخونیم، خودش توی سری قرار داده میشه. سفتش میکنیم. اینجا مرتبش میکنیم تا زمان نصبش به سیستم اصلی. نصب خیلی مهمه چون کار ما رو راحت‌تر میکنه. این ونت یدکمون هست که مثل بقیه این رو هم نصب میکنیم تا جایی که میتونیم. باید نظم لاین ها رو طوری تنظیم کنیم که هر گونه کنترل و اعمالی که میخوایم روش انجام بدیم برای ما راحت باشه. مثل بقیه سری ها با چرخوندن سری خودش لاین داخل سری قرار داده میشه. در خلاف جهت عقرب ساعت داریم میچرخونیم. باز هم تنظیم میکنیم و میبندیمش. این لاینمون هم قسمتش تکمیل شد. خب میریم برای نصب لاین هامون. خب اینجا قرار میدیم و میریم برای وصل کردن نهایی سر لاین هامون که به ترتیب اینها رو وصلش میکنیم به قسمت مربوط به رزروار. یکم طولانی هست لاینمون که خب برای کنترل بهتر کوتاهش میکنیم. لاین اولمون هست مربوط به آسپیراتور. تو ورودی اول وصلش میکنیم. با فشار دست لاینمون سفت میشه. لاین دوم که مربوط به ونت اولمون بود، لاین سبزمون هست. به ترتیب لاین ونت یدکمون. باید مرتب کنیم. و ورودی سوم هم که خوش میکنیم و اینجا قرارش میدیم. خطوط آب رو هم الان نصبش میکنیم که برای گرم و سرد کردن بیمار هستش. در این قسمت 2 تا سری داره، حالا گرم و سرد فرقی نداره، به کدومکی وصلش بکنید. از قسمت لوله محلول که به رزروارمون وصل کردیم، مانیتور یا هر مایع دیگه ای رو که نیاز هست میتونیم وارد سیستممون بکنیم. اینجا یه مانیتور هست که بازش کردیم که قبل از شروع پمپ اینا رو وارد سیستم خواهیم کرد. گاهی پیش میاد که تخلیه خیلی راحت انجام نمیشه، یعنی دچار مشکل میشیم در تخلیه بیمار. در این موارد از لاین وکیوم استفاده میکنیم که امکان تخلیه و سرعتش رو برای ما بهتر میکنه. خب این لاین رو باید نصبش بکنیم. این سنسور مربوط به میز هستش.
برای گرم کردن میز هست. این لاین رو نصبش میکنیم که خب میریم برای نصب این لاینمون که برای سنجش فشار آرتریال هستش. این قسمت هستشه و سر دیگرش به قسمت رابطی که روی اکسیژناتور اد کرده بودیم وصلش میکنیم. این سری ها رو که ما عوض میکنیم به خاطر اینکه این قسمت سری های اورژینال خودش یکم نشتی داره، به خاطر همین ما اینا رو عوض میکنیم تا مطمئن تر باشه برامون. خب لاین بعدیمون برای سنجش فشار آرتریال هستش که به این رابط میبندیم. این لاینمون رو به رزروار وصلش میکنیم چون برای نشون دادن فشار منفی هست که وضعیت فشار رو بهمون نشون میده. از این قسمت به اینجا اول نصبش میکنیم و اینجا فقط دارم ردش میکنم و به هر کدوم از ورودی هایی که روی رزروار است میتونیم این رو وصلش کنیم و اینجا سفتش میکنیم پیچ رو. این آخرین وضعیت پمپمون هست که کامل شده و آماده ورود به سیستم هستیم.